حسن مرادی هستم، معاون سخنگوی حرکت آزادی ملی و اسلامی افغانستان. کنفرانس که روز قبل در برلین آلمان برگزار شد و دولت آلمان اونجا اعلان کرد که ما افغانستان را طی یک توافق سیاسی رها کردیم. دولت آلمان نباید چنین تصمیم را در مورد مردم افغانستان میگرفت، چون مردم افغانستان به شرکای بین المللی خود که یک از آنها دولت فدرال آلمان می باشد سخت نیاز دارد، چون افغانستان فعلا در یک وضعیت بد بحرانی و بشری قرار دارد. مردم افغانستان نیازمندی از این است که دوستهای بین المللیشان مثل دولت فدرال آلمان که یک از آنها می باشد باید مردم افغانستان در چنین شرایط سخت بحرانی یاری و مساعدت قرار بده. و ثانیا نمی که زمانی که حکومت افغانستان تغییر کرد و حکومت جدید طالبان به وجود آمد، در حکومت جدید طالبان هم آگاه است که حکومتی است که از روی زور آمده، به جبر آمده و هیچ یک از افغانها هم از مردان و زنان حکومت نمیخواین و در این حکومت بیشترین ضربه را که دیدن قشر اوناس بوده که قشر اوناس یا خانم ها که 55% از نفوس افغانستان تشکیل میده و در زمان دوره جمهوریت بیشتر فعالیت های اجتماعی داشتن، حزب جامعه مدنی بودن، خبرنگاران بودن که فعلا در این حکومت تمام حق و حقوق انسانی از آنها سلب شده و آنها حق اشتراک در اجتماع را ندارن، حق زیر ندارن که در اجتماع فعالیت های خود مثل سابق ادامه بدن. همشان به حاشیه رفته شده و در مورد سرنوشت آنها اشخاص دیگر تصمیم میگیره. و ما توقع من حیث یک زن افغان، من حیث یک فعالین حقوق زن ای است که دولت آلمان باید مجددا پروسه بررسی کیس از فعالین جامعه مدنی و خبرنگاران دوباره باید در سر صورت بگیره. به خاطر از اینکه در جریانی که حکومت تغییر کرد یک عده از خانمایی که کار کرده بودن انتقال پیدا کرد، اما بیشتر آنها فعلا هم در افغانستان هست و در خانه ها نشستن از ترس از اینکه مبادا اگر بیرون برد ممکن ترور شوند توسط طالبان، صدای خود بلند کردن نمیتوانند، شغل و وظیفه خود ایدست دادن، حالت روانیشان شغل خود ایدست دادن. و خواستم از دولت آلمانی است که پروسه کیس فعالین جامعه مدنی را، خبرنگاران دوباره از سر صورت بگیره.